اینم کیه که برده؟ دست شما در نکنه خانم. راستی بچه‌ها خبر داریم؟ خسرو سر کارش رتبه گرفته. نه مامان جون، به من پیشنهاد شده. چه فرقی میکنه پسرم؟ خیلی خوب، من هنوز تصمیم نگرفتم. منتظر چی هستی؟ خیلی خوب، کار دیگه ای هست که من بیشتر خوشم میاد. چه کاریه؟ بابا جون، کار خدا. همه ما از تغییراتی که تو خسرو به وجود اومده خوشحالیم، ولی بابا هر چیزی هم حدی داره. آخه ناسلامتی ما بچه مسلمون هستیم. ببین، من و مادرتون با 2 هدف شما رو بزرگ کردیم. اول این که در زندگی یاد بگیرید چجوری به هم محبت کنید و دوم این که سخت درس بخونید و اعتماد به نفس داشته باشید و رو پای خودتون بیستید. امروز پسرم خسرو میخنده، گریه میکنه، تو صورت من نگاه میکنه، میگه بابا دوستت دارم. اگر عیسی این تغییرات رو در خسرو به وجود آورده، من اصلا مخالفتی ندارم. عیسی به من گفته میخواد من مثل یک سرباز باشم. و تو تصمیم گرفتی؟ هرچی که عیسی بگه. من کارمو ول کردم. مرد حکیم و دانا از بدی میترسه و اجتناب میکنه، اما مرد ساده و نادان از غرور خود رنج میکشه. ایران دچار تغییرات خسرو، اتفاقات عجیبی داره میفته، آزار و اذیت داره شروع میشه و هیچ کس نمیدونه که به کجا ختم میشه. هیچ وقت فکراتو کردی؟ تصمیمتو گرفتی؟ میدونی به خاطر این تصمیم باید بهای زیادی بپردازی؟ بها؟ آره بهایی که شاید مجبور بشی به خاطر این تصمیمت، به خاطر این عقیدت ایرانو ترک کنی، از این مملکت بری. این بهای زیادی نیست برای کسی که زندگی جاوید به من داده. خدا رو شکر. بیا با هم دعا کنیم. بگیرش. خیلی خوب ما باید حرکت بکنیم. ما اینجا نمیتونیم بمونیم. Treba da počinat. ولی اینجا نه. چجوری؟ پسرتو پیدا کردی؟ یه کسی دست من گذاشتش.
اینجا دیگر آسری هستش اتریش. ما بیشتر از این دیگه نمیتونیم بریم. از اینجا به بعد شما خودتون باید برید. مرسی. خداحافظ. به سلامتی بالاخره به مرز اتریش رسیدیم، یا حداقل اینطور فکر میکردیم که به سلامتی رسیدیم. تازه وارد خاک اتریش شده بودیم که پلیس ما رو دستگیر کرد. هنوز عرقمون خشک نشده بود. اما به جای اینکه ما رو به کشورمون برگردونه یا به کشور ترکیه، وقتی فهمیدن که من کشیش هستم خیلی با احترام با ما برخورد کردن. با اینکه هموطن و همزبانمون نبودن، با احترام ما رو به یک پانسیون منتقل کردن و از اونجا از ما مراقبت کردن. وقتی من و جوزف توی رودخونه افتادیم فکر کردم همه چیز تموم شده. اما فقط اونجا شیطان و مرگ جلوی ما رقصیدن و هیچ کاری از دستشون بر نمی اومد. بعد از 8 ماه اقامت توی کشور اتریش پناهندگی کشور آمریکا رو به ما دادن و ما به کشور آمریکا آمدیم و در اینجا کلیسای ایرانیان رو شروع کردیم. دوستی که میتونه برای همه ما بهترین دوست باشه. در مورد شخصیتی صحبت میکنم که قدرت برتر در دنیاست و بر هر قدرتی تسلط داره، اما در اینی که در اوج قدرته تمام دردها و دردمندها رو درک میکنه. کسی که میدونه طعم تلخ ترک شدن یعنی چی. او دوست من و دوست شماست. او دوست خانواده من نیز هست. دوست همسرم مردخت، دخترم استر و پسرم جوزف. او عیسی مسیحه. عیسی مسیحی که میتونه زندگی شما رو عوض بکنه. او قادره امروز زندگی شما رو نیز عوض بکنه.